پس چی شده؟ انگار ما بچه ناتنی این دنیا بود. چرا؟ از غریبه ها زخم تیغ، از آشناها زخم زبون خوردم، اما میدونی دومی کاری تره. به خاطر همینه دیگه هیچ کس رو نداری. فراموش شدم، مثل شونه تو اتاق یه دختر سرطانی. تو نیاز به آدمای اطرافت داری. وقتی استوریا رو باز میکنم میبینم خائنا از وفاداری گذاشتن، دروغگوها از صداقت، بی لیاقت ها از لیاقت. تنها باشم بهتره. باز پاییز اومد. کاش دردا و غمها یهو مثل برگای پاییز بریز. خوبی؟ خوبم، ولی اگه یه بار دیگه بپرسی میزنم زیر گریه. من پیشتم. هیچ کس موندگار نی. اینو تمام کافه های این شهر میدونن. آخرش چی؟ یه روز لباسی رو میخری که قراره توش بمیری.